خوش اومدید به پادکست گی فور گاد، جایی که در مورد میکروب‌های بدن انسان و نقششون در سلامت صحبت می‌کنیم. تصور کنید دنیایی که در اون قدیمی‌ترین راه‌های سالم نگه داشتن غذا نه یخچال‌ها بلکه ارتش‌های نامرئی میکروب‌ها بودن. اگه بهتون بگم که این معماران کوچیک و حبابدار که در ظروف باستانی و حتی درون ما پنهان شدن، کلید درک جوامع اولیه بشری تا تنوع شگفت‌انگیز طعم‌هایی که امروز داریم رو در خود دارن، چه فکری در موردشون می‌کنید؟ مثلا چه چیزی واقعاً یه تکه سفال 18,000 ساله یک پنیر به خوبی جا افتاده و سلامت روده شما رو به هم پیوند میده؟ این داستانی هستش که بسیار جذابتر از اون چیزیه که ممکنه فکرش رو بکنید. به میکروب‌های باستانی، طعم‌های جهانی خوش اومدید. سفری در تاریخ غذاهای سنتی تخمیر شده و میراث موندگار اونها. مأموریت امروز ما اینه که واقعاً بررسی کنیم که چجوری تخمیر مثل یک پدیده بسیار باستانی نه تنها فرهنگ‌ها و آشپزخونه ما رو شکل داد، بلکه عمیقاً بر زیست شناسی ما و جهان میکروبی پیچیده درون ما تأثیر گذاشت. ما شروع شگفت انگیز اون رو باز می‌کنیم، به انواع شیوه‌های جهانی نگاه می‌کنیم و تأثیر موندگار اون بر سلامتی خود و چرایی اهمیت اون رو، اینکه چرا هنوز هم برای شما اهمیت داره رو کشف خواهیم کرد. بیاین این موضوع رو باز کنیم. بیاین از ابتدا با این معماران نادیده شروع کنیم. قبل از تمام فناوری‌های مدرن ما، مسئله نگهداری غذا و خب بقا بودش. به راحتی میشه تصور کرد که اولین غذاهای تخمیر شده تصادفی اتفاق افتادن. شاید کاسه‌ای از میوه بیرون گذاشته شد و به طور طبیعی شروع به حباب زدن کردن. اما چجوری از صرفاً یک پدیده اتفاقی به انجام عمدی اون در همه جا رسیدیم؟ اولین اکتشافات احتمالاً تصادفی و شانس محض بودن، اما تغییر دهنده واقعی بازی، چیزی که کاملا نحوه کنترل نگهداری غذا، شاید حتی تولید اون رو متحول کرد، قطعاً اختراع ظروف سفالی بود. وقتی که مردم میتونستن مایعات رو به طور قابل اعتماد ذخیره کنن و غذا رو با خیال راحت بجوشونن، اونا به نوعی ناخواسته شرایط عالی رو برای تخمیر طبیعی به روشی بسیار سازگارتر ایجاد کردن و ما شواهد فوق‌العاده زودهنگامی رو میبینیم. قدیمی‌ترین سفال‌های یافت شده تاکنون غار کانیون در جنوب چین، متعلق به شگفت‌انگیزترین دوران 13500 تا 18300 سال پیش هستش و موارد مشابه در شرق آسیا در حدود 10,000 سال پیش از میلاد ظهور کرده. این جدول زمانی خیره کننده هستش. وقتی در مورد این پیشرفت‌های اولیه صحبت می‌کنیم، آیا چیز خاصی در مورد مکان‌های خاصی که در اوایل داستان تخمیر واقعا نقش مرکزی داشتن می‌دونیم؟ مثلا کنجکاو هستم که جایی مثل شبه جزیره کره در حدود شاید 8000 سال پیش از میلاد چجوری جا میگیره. شبه جزیره کره در واقع نقش بسیار جالبی ایفا میکنه. اونها سنت طولانی جوشوندن غذا رو دارن. شما اون رو در تمام سوپ‌ها و خورش‌ها میبینید و اونها از سفال خیلی زود و به طور گسترده برای ذخیره استفاده میکنن. بنابراین به شدت نشون میده که اون منطقه یک زادگاه اصلی برای این فرهنگ سفالگری ابتدایی بوده و خب بنابراین برای غذاهای تخمیر شده نیست. این نشون دهنده پیوند تاریخی عمیقی بین نحوه پخت و پز مردم، فناوری که داشتن و تبدیل غذا با میکروب‌ها هستش. بنابراین انسان‌ها کنترل شگفت انگیزی بر آماده سازی و نگهداری غذا به دست میارن. اما این فقط در مورد طولانی کردن عمر غذا نبود، در مورد تغییر اون بود. و نمک‌سازی به نظر میرسید
بخش بزرگی از اون تحول باشه. همزمان با گسترش سفالگری ما شاهد شروع نمکسازی اولیه هستیم، اغلب فقط با جوشوندن آب دریا در این ظروف سفالی. در شرق آسیا این به بین 8000 تا 6000 سال پیش از میلاد برمیگرده و این احتمالاً همراه با توسعه تخمیر اولیه ماهی و اون چه واقعاً قابل توجه هستش، یعنی آغاز کیمچی سنتی همراه بود. این واقعاً نشون دهنده درک پیچیده‌ای در اون زمانهای دور از ترکیب مواد و فرآیندها برای نگهداری و طعم غذا مدت‌ها قبل از هر علم مدرنی بود. و از اون مراحل اولیه تخمیر غلات واقعاً رونق گرفت. ما در بین النهرین و مصر آبجو، در شرق آسیا شراب برنج داریم که هر دو به حدود 4000 سال پیش از میلاد باز می‌گردند. حتی اون یافته معروف قدیمی‌ترین دستور پخت آبجو شناخته شده وجود داره که بر روی یک لوح گلی 4000 ساله بین النهرینی حک شده. تصور کنید امروز سعی در پیروی از اون دستور غذا دارید. اون چه در اینجا جذابه در واقع چگونگی کشف این اسرار باستانیه. باستانشناسان فقط بر اساس شکل ظروف حدس نمیزنن. اونا از این تکنیک‌های بسیار پیچیده استفاده میکنن. چیزایی مثل کروماتوگرافی گازی طیف سنجی جرمی یا GCMS و کروماتوگرافی مایع طیف سنجی جرمی LCMS. اونا به نظر پرزرق و برق میرسن، اما اونها رو به عنوان کاراگاهان مولکولی در نظر بگیرید. اونا میتونن این آثار نامرئی کوچیک باقی مانده در خاک رس رو انگشت‌نگاری کنن. اونا میتونن به ما بگن که آهان این قابلمه حاوی آبجو بوده یا تو این یکی شراب، حتی هزاران سال بعد، فقط با شناسایی باقی مانده شیمیایی خاصی که در دیواره‌های قابلمه جذب شده. البته باید با دقت تفسیر کرد که آیا باقی مانده از اولین استفاده است یا آخرین استفاده یا شاید هر دو. این نیاز به تفکر دقیق در مورد کل تصویر باستان شناسی داره. یافته‌ها اونقدر خاص هستن که تصویری بسیار زنده رو ترسیم میکنن، انگار که اونا واقعا آبجوی ایرلندی رو از اسکاتلند نوسنگی شناسایی کردن. از روی گرده‌های غلات و بقایای نوعی گیاه به اسم لینک که یه جور بوته‌زار هستش و تو ظروف باستانی پیدا شده میتونیم مطمئن بشیم که اینا یه چیز خاصی اشاره دارن. حالا اسپانیا چی؟ کجای قصه قرار داره؟ چیزای جالبی در مورد سایت‌های باستانی بلبیکر گفته شده. تو سایت‌های بلبیکر اسپانیا که برمیگرده به حدود 3000 سال قبل از میلاد، شواهدی از یه نوع نوشیدنی پیدا کردن که انگار مخلوطی از آبجو با عسل، یه جور شراب عسلی و حتی موم عسل بوده. دونه‌های نشاسته‌ای پیدا کردن که به صورت آنزیمی تجزیه شده بودن، یعنی تغییر کرده بودن و یه ماده به اسم اسید سیروتیک که از موم عسل میاد هم اونجا بوده. حالا کرت چی؟ کرت در دوره مینوسی اولیه. تو کرت هم بقایای اسید تارتاریک پیدا کردن که نشون میداد انگور استفاده می‌شده، یعنی احتمالاً شراب درست می‌کردن. کنارش هم بقایای رزین درخت پیدا کردن، شاید شرابی که با رزین مخلوط شده بوده یا حتی شاید یه نوع آبجو از جو. بعدها تو اسپانیا تو دوره آخر عصر برنز بازم از این چیزا پیدا شده. تو همون سایت‌های باستانی دونه‌های نشاسته تغییر کرده پیدا کردن، یه جور اسکلت‌های خیلی ریز سیلیکایی از پوست جو و حتی ردپایی از باکتری‌هایی به اسم لاکتوباسیلوس، همون باکتریایی که امروز تو ماست پیدا می‌کنیم. دقیقاً از همون خانواده‌ان. همه اینا نشون میده که مستقیم دارن به تولید آبجو اشاره می‌کنن. خب حالا این میکروب‌ها نه تنها غذامون رو شکل دادن، بلکه روش‌های نگهداری غذا رو هم عوض کردن. اما داستان از این هم عجیب‌تر میشه. نه اگه این موجودات ریز فقط رژیم غذاییمون رو تغییر نداده باشن، بلکه روی ذهن و حتی خودآگاهیمون هم تاثیر گذاشته باشن چی؟ باستان شناسی نشون میده که تخمیر یک جنبه آیینی و معنوی داشته که فراتر از فقط خوردن و نوشیدن بوده. و چیزی که خیلی جذابه اینه که شواهد نشون میده تو جوامع باستانی از مواد روانگردان استفاده می‌کردن، اونم اغلب به شکل خیلی عمیق و مقدس، نه فقط برای سرگرمی. مثلا تاریخ‌نویس معروف هرودوت نوشته که قوم سک‌ها از گیاه شاهدانه استفاده می‌کردن. بعدها باستانشناس‌ها تو گورهای بیزوریچ بقایای گیاه شاهدانه سوخته پیدا کردند. این نشون میده که اونا احتمالاً دود مخدر استنشاق می‌کردن، احتمالاً به صورت آیینی. حتی تخم گشنیز هم تو یخ‌های سیبری توی گور پیدا شده. وقتی گشنیز سوزونده میشه میتونه اثر روانگردان داشته باشه، شاید برای پوشوندن بوها تو مراسم مقدس استفاده می‌شده. پلینی بزرگ هم از تریاک حرف زده که برای خاصیت خواب آورش معروف بوده. و بازم اسپانیا سایت‌های دوره نوسنگی، هیاسینامین، یه جور الکل قوی. تو سایت‌های نوسنگی اسپانیا ردپایی از این ماده پیدا کردن. گاهی وقتا با بقایای آبجو تو ظرفای آیینی قاطی شده بود. این واقعا نشون میده که یه جور نوشیدنی توهمزا نقش خیلی مهمی تو آیین‌های مقدس، شاید تو مراسم خاکسپاری پیش از تاریخ داشته. این کاملا دید ما رو به معنویت دوران پیش از تاریخ عوض میکنه. این نیاز عمیق انسانی برای ارتباط برقرار کردن از طریق حالت‌های تغییر یافته واقعا شگفت انگیزه. آدمای اولیه بدون هیچ علمی مثل امروز استاد تخمیر بودن. این باعث میشه به کنجکاوی
ترجیح به انسان فکر کنیم، اون میل به ارتباط با چیزی بزرگتر. و این آزمایش‌های اولیه راه‌های مختلفی رو باز کردن. نه، سنت‌های منطقه‌ای کاملا متفاوتی به وجود اومده. انگار فرهنگ‌های غذایی باستانی مثل دو شاخه بزرگ روی درختن که مسیرهای متفاوتی رفتن. یه جور تفاوت شرق و غرب می‌بینیم. تو غرب خصوصا بین گروه‌های کوچ‌نشین که بیشتر فرهنگ کباب کردن و گریل کردن داشتن، تخمیر معمولاً برای شراب میوه‌ای و محصولات لبنی مثل پنیر و ماست بوده. هدف اصلیشون انگار این بوده که غذاهای حیوانی که زود خراب میشن بیشتر دوام بیارن. اما تو شرق آسیا جوامع ساکن‌تر بودن، فرهنگ پخت و پز با قابلمه داشتن و بیشتر رژیمشون گیاهی بوده. برای همین تخمیرشون بیشتر روی بهتر کردن طعم‌های غذایی گیاهی، راحت‌تر هضم شدنشون و مهمتر از همه بالا بردن ارزش پروتئین‌های کم کیفیت تمرکز داشته، مثل سویا یا ماهی. تنوعی که از این روش‌های مختلف به وجود اومد واقعاً حیرت انگیزه. مثلا لبنیات رو در نظر بگیریم. لبنیات همه جا هستن. ماست که معلومه به لطف میکروب‌هایی مثل استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتوباسیلوس بولگاریکوس. بعدش کفیر، کمیس، دهی، لبن و کلی پنیر مختلف که از شیر گاو، گوسفند، بز و حتی مادیان درست میشن. چرا لبنیات اینقدر متنوع شدن؟ خب زیبایی تخمیر لبنیات تو خود شیر نهفته است. شیر یه منبع غذایی غنی و آماده برای میکروب‌هاست. شیر حیوانات مختلف، باکتری‌ها و مخمرهای محلی مختلف، دماهای متفاوت و شرایط متفاوت، همه اینا باعث شدن یه انفجار از محصولات مختلف وجود بیاد. باکتری‌های اسید لاکتیک عاشق قند شیر یعنی لاکتوز هستن. این قند رو به اسید لاکتیک تبدیل می‌کنن که هم شیر رو نگه می‌داره و همون طعم ترش خوشمزه رو بهش میده. بعدش مخمرها یا باکتری‌های دیگه ممکنه یه حالت گازدار یا طعم‌های جدید اضافه کنن. این باعث یه تنوع جهانی شگفت انگیز شده. غلات هم دست کمی ندارن. مثلا نون خمیرترش که یه رقص فوق‌العاده بین باکتری‌های اسید لاکتیک و مخمره، بهشون طعم ترش و پفکی رو میده. بعدش کلی غذاها و نوشیدنی‌های دیگه مثل اوجی تو نیجریه، اوجی تو کنیا یا پوزوله تو مکزیک. تخمیر غلات معمولاً با یه گروه کامل از میکروب‌ها انجام میشه. اینا دونه‌های ساده رو به غذاهایی تبدیل میکنن که مغذی‌ترن، راحت‌تر هضم میشن یا به نوشیدنی‌های پر انرژی. نبوغ واقعی این بود که از میکروب‌های مختلف برای تجزیه نشاسته‌های سفت، ساخت طعم‌های جدید و نگهداری غذاهای اصلی به شکلی که با آب و هوا و فرهنگ‌های مختلف جور در بیاد استفاده کردن. بعد میرسیم به سبزیجات، مثلا کیمچی از کره که خیلی معروفه. روش درست کردنش خیلی خاصه. کلم رو نمک میزنن، کلی مواد بهش اضافه میکنن و توی ظرف کاملا بسته نگهش میدارن. چطور این باعث اون طعم ترش و شیرین و گاهی گازدار میشه؟ و فرقش با مثلا ساورکرات چیه؟ مقایسه جالبیه. هر دو کلم تخمیر شدن، درسته، اما ترکیب خاص کیمچی با فلفل قرمز، سیر، زنجبیل و گاهی اوقات غذاهای دریایی یه جور مهمانی میکروبی پیچیده راه میندازه. و چون معمولا تو دمای خنک‌تر و تو ظرف کاملا بسته نگهش میدارن، تخمیرش کندتر و پیچیده‌تر و با کلی باکتری و مخمر مختلف انجام میشه. برای همین اون طعم خاص ترش و شیرین و گاهی گازدار رو داره. ساورکرات معمولا ساده‌تره و بیشتر فقط ترشه و تعداد کمتری باکتری توش غالبن. تخمیر گوشت هم تو دنیا خیلی پررنگه. ما سوسیس و سالامی اروپایی رو میشناسیم، ولی تو تایلند مثلا ناوی دارن. گوشت خوک تخمیر شده اینا معمولا به باکتری‌های اسید لاکتیک خاص مثل پدیوکوکوس و لاکتوباسیلوس وابستن. اینا نه تنها گوشت رو با پایین آوردن اسیدیته نگه می‌دارن، بلکه طعم‌های خاص خوشمزه و ترش بهش میدن. ماهی رو هم فراموش نکنیم. سس‌های ماهی تن مثل نوکمان و نامپلا تو جنوب شرق آسیا در اصل عصاره ماهی تخمیر شده هستن. شاید عجیب به نظر بیاد ولی طعم عمومی فوق‌العاده‌ای داره. یا تخمیرهای ماهی مثل باگونگ تو فیلیپین. اینا معمولاً باکتری‌های خاصی دارن که عاشق نمکن و تو شرایط خیلی شور رشد می‌کنن. و سویا که تو شرق آسیا خیلی پرطرفداره. سس سویا و خمیر سویای کره‌ای، گانجانگ و دوئنجانگ، اینا از چیزی به اسم مجو استفاده می‌کنن. درسته، مجو در اصل بلوک‌های سویای پخته است که به طور طبیعی با کپک آسپرژیلوس اوریزه و باکتری باسیلوس سابتیلیس تخمیر میشه. این یه جور استارتر برای سس‌ها و خمیر سویاست. یکم با شویو و میسوی ژاپنی فرق داره که معمولاً از یه استارتر کنترل شده به اسم کوجی استفاده می‌کنن که اول روی برنج یا جو رشدش میدن. بعدش میرسیم به تخمیرهای سریع مثل ناتو، مثل چونگوکجانگ کره‌ای یا ناتوی ژاپنی. اینا تخمیرهای خیلی سریعی هستند که باسیلوس سابتیلیس توشون غالبه. بوی تند آمونیاکی دارن که معمولاً با زنجبیل یا سیر مخفی میکنن.
اندونزی هم تمپه داره، یه جور کیک سویا که با کپک رایزوپوس اولیگوسپوریس به هم وصل شده، یا سوفوی چینی که بهش گاهی پنیر چینی میگن. در اصل توفوی تخمیر شده هستش. حالا اگه بخوایم اینا رو به تصویر بزرگتری وصل کنیم واقعا شگفت انگیزه. انسان‌ها یاد گرفتن چطور با این همه میکروب، از باکتری‌های اسید لاکتیک گرفته تا مخمرها و کپک‌های مثل آسپرژیلوس و رایزوپوس و حتی باکتری‌های خاص عاشق نمک کار کنن. هر کدوم از این مهندس‌های ریز یک کار خاص میکنن و مواد اولیه ساده رو به یه تنوع جهانی از طعم‌ها، بافت‌ها و غذاهای نگهداری شده تبدیل میکنن که ایمن‌تر و مغذی‌ترن. این واقعا یه جور مهندسی زیستی باستانیه که کاملا با نیازهای محلی جور در اومده. ولی فقط بحث درست کردن غذای خوشمزه و موندگار نبود. پزشکی سنتی تو سراسر دنیا خیلی زود فهمید که تخمیر گیاهان دارویی میتونه اونا رو به داروی بهتری تبدیل کنه. تخمیر میتونه خواص درمانی گیاهی رو به چند روش تقویت کنه. میتونه مواد شیمیایی فعال گیاه یعنی فیتوکمیکال ها رو تغییر بده. دیواره‌های سفت سلول‌های گیاهی رو میشکنه تا بدن ما بهتر بتونه مواد خوبش رو جذب کنه. گاهی هم ترکیبات رو به شکل‌های پایدارتر یا حتی فعالتر تبدیل میکنه. برای همین نسخه تخمیر شده خیلی موثرتره. این تو سیستم‌های سنتی مختلف دیده شده، مثلا تو آفریقا. آره، یه مثال خوب تو پزشکی سنتی آفریقا هستش که لوبیای لوکاست آفریقایی رو تخمیر میکنن. فقط بحث طعم نیست. تخمیر پروتئین، انرژی و اسیدهای آمینه ضروری مثل آرژینین و هیستیدین رو به شدت زیاد میکنه که برای رشد و تغذیه بچه‌ها تو مناطقی که پروتئین کمه خیلی ارزشمنده. تو آیوردای هند هم خیلی این موضوع جدی گرفتن. تخمیر تو آیوردا یه روش تجویز شده هستش برای آماده کردن داروهای گیاهی مثل آساوا و آریشتا. معمولا از مخمرهای خاصی استفاده میکنن. گاهی مخمرهایی که به طور طبیعی روی گل‌های مثل وودفورد یا فروتیکوزا پیدا میشن. حتی روش‌های ساده‌تر مثل تخمیر جامد برای چیزهایی مثل بیلوادی گوتیکا. نه فقط دستور پخت قدیمی نیستن. اونا به روش خودشون بیوشیمی رو میفهمیدن. تو سیستم یونانی هند هم همینطوره. به تخمیر میگن تکمیر. این روشی برای تبدیل زیستی گیاهانه. یعنی دیوارهای سلول گیاهی رو باز میکنن تا ترکیب فعال بیشتری آزاد بشه، یا حتی گاهی ترکیبات درمانی کاملا جدیدی تولید میکنه که قبل از تخمیر اصلا وجود نداشتن. سیستم سیتا هم همینطوره، با اون سرکه برنج آنیکاتی از آب برنج تخمیر شده درست میشه و به عنوان یک حامل دارویی استفاده میشه. ایده اینه که باعث میشه داروهای دیگه سیتا بهتر کار کنن و وقتی باهاشون مصرف شن قوی‌تر باشن. این نشون دهنده درک باستانی از زیست فراهمیه. پزشکی سنتی چینی هم که هزاران سال قدمت داره از تخمیر استفاده میکنه، خصوصا تخمیر جامد. یه فایده مهمش اینه که سمیت بعضی گیاهان رو کم میکنه. مثلا تخمیر پاناکس نوتوجنسین با باسیدوس سابتیلیس یه ماده به اسم جینسنوسید آرشفور تولید میکنه. این ماده تو گیاه اصلی اصلا نبود. تخمیر عملا چیزهای بالقوه مضر یا غیر فعال رو به داروی قوی تبدیل میکنه و این حکمت باستانی خیلی خوب با علم مدرن درباره پروبیوتیکا یعنی میکروب‌های زنده مفید و پریبیوتیکا یعنی غذای این میکروب‌های خوب جور در میاد. غذای تخمیری سنتی پر از این دوتا هستن. اینا با بدن ما به شکل‌های پیچیده‌ای تعامل میکنن، تولید مخاط تو روده رو زیاد میکنن، دیواره روده رو تقویت میکنن، با سیستم ایمنی حرف میزنن و حتی میکروب‌های بد رو از بین میبرن. یه جور داروخانه طبیعی تو غذامونه. خب حالا که هزاران سال تخمیر رو مرور کردیم، این برای ما تو دنیای امروز یعنی چی؟ این تاریخ باستانی چطور به تکامل روده ما و سلامتی امروزمون ربط داره؟ خب داستان ما با میکروب‌ها خیلی ریشه‌ایه، برمیگرده به خیلی قدیم. انسان‌های اولیه بیشتر گیاه می‌خوردن، بعد پخت و پز اومد، یه تغییر بزرگ انرژی بیشتری داد، غذا رو ایمن‌تر کرد و به رشد مغزمون کمک کرد. ولی کشاورزی با اینکه غذایی بیشتر آورد، به طور پارادوکسیکال تنوع رژیم غذاییمون رو نسبت به اجداد شکارچی گردآورنده کم کرد. وقتی سعی می‌کنیم میکروبیوم باستانی یعنی میکروب‌های داخل بدن اون موقع رو بازسازی کنیم، مطالعات روی مومیایی‌ها نشون میده که کلی کلوستریدیوم و باکتریویدس داشتن. اما چیزی که واقعا چشمگیره نگاه کردن به گروه‌های شکارچی گردآورنده امروزیه، مثل قبایل دست نخورده تو آمازون یا هادزا تو تانزانیا. تنوع میکروبی رودشون فوق‌العاده زیاده، بالاترین تنوعی که تو انسان‌ها دیده میشه. رودشون پر از میکروب‌هایی مثل پروتلا، تریپانما، یوباکتریمه هستش، ولی باکتریویدس زیادی ندارن. این قویاً نشون میده که این پروفایل متنوع احتمالاً به حالت اجدادیمون نزدیک‌تره که با رژیم گیاهی متنوع و احتمالاً پر از غذاهای تخمیری شکل گرفته. رژیم مدرن غربی با کلی پروتئین حیوانی و چربی‌های اشباع به روده‌ای با غلبگی باکتریویدس ربط داره. بهش میگن انتروتایپ، یه جور امضای میکروبی، در حالی که رژیم‌های کشاورزی سنتی معمولاً با نوع قالب پروتلا هم بستگی دارن. این واقعاً نشون میده دنیای داخل بدنمون چقدر از چیزی که اجدادمون احتمالاً داشتن تغییر کرده. وگرچه یه میکروبیوم روده کاملاً سالم برای همه یکسان نیستش، ولی به طور کلی داشتن تعداد ژن‌های زیاد یعنی انواع بیشتر میکروب‌ها و ژن‌های میکروبی بیشتر
به عنوان سالم‌تر دیده میشه، خصوصا اگه پر از باکتری‌های مفیدی مثل باکتریوم، بیفیدوباکتریوم و لاکتوباسیلوس باشه. اینها کارهای خیلی مهمی برای ما میکنن و اینجا دقیقاً همون جاییه که غذاهای تخمیری سنتی دوباره وارد میشن. اینا منابع طبیعی فوق‌العاده‌ای از میکروب‌های متنوع، پروبیوتیک‌ها و پریبیوتیک‌ها هستن که به این میکروب‌ها غذا میدن. میتونن محیط رودمون رو واقعاً تحت تاثیر قرار بدن. اینا تولید اسیدهای چرب زنجیره کوتاه رو تشویق میکنن. آره، SCFA ها. این اسیدهای چرب بسیار مهمن. اینا سلول‌های رودمون رو تغذیه میکنن. اثرات ضد التهابی تو کل بدن دارن و حتی به سلامت مغز ربط دارن. غذای تخمیری به تولید اینا کمک میکنن و میتونن اسیدیته روده رو تغییر بدن تا برای میکروب‌های خوب مناسب‌تر باشه. انگار برای اکوسیستم داخلیمون نیروی کمکی میفرستیم. این یه سوال مهم رو پیش میکشه. چطور میتونیم از این حکمت باستانی امروز استفاده کنیم؟ خوردن مرتب غذای تخمیری سنتی نه فقط گهگاهی میتونه یه راه ارزشمند و پایدار برای حمایت از یه روده متنوع و سالم باشه. شاید بتونه بخشی از دنیای میکروبی غنی‌تر اجدادمون رو به زندگی مدرنمون برگردونه و یه سری از اون میکروب‌های مفید باستانی رو دوباره وارد زندگیمون کنه. این واقعا درباره اتصال دوباره به یه بخش اساسی از میراث انسانی برای سلامتمونه. چه سفر عظیمی از میوه‌های گازدار تصادفی تا ظرف‌های باستانی تا اکوسیستم‌های پیچیده میکروبی داخل بدنمون. دیدیم که این میکروب‌های ریز باستانی چطور مواد اولیه ساده رو به یه تابلوی جهانی از طعم‌ها تبدیل کردن، چطور به عنوان داروهای قوی استفاده شدند و چطور این سنت‌ها عمیقاً تو تاریخ انسانی سلامت و دنیای داخلیمون تنیده شدند. این یه یادآوری قوی از این دنیای مخفی شگفت انگیز، چه اطرافمون و چه داخل بدنمون، دنیایی که تازه داریم واقعاً قدرش رو میدونیم. فکر می‌کنید چه بینش‌های جدیدی درباره این مهندس‌های ریز و قدرتمند که گذشته‌مون رو شکل دادن و هنوزم دارن روی سلامتیمون اثر می‌ذارن رو میتونیم کشف کنیم؟